دختره نشست تو تاکسی، به دوستش گفت سلام عزیزم، از نامزدت چه خبر؟ حالش خوبه؟ دوستش نگاش کرد گفت دیگه نامزدم نیست. گفت بهتر، اصلا هم به هم نمی اومدی. بی شعور کثافت بی سواد حمال، شبیه میمونا بود، میدادمش حالم ازش به هم میخورد. برگشت بهش گفت نامزد نیستی، یعنی با هم ازدواج کردیم دیگه. حالا زن و شوهر. امیر احمدی میگه اگر تو خیابون یه روز میرفتی دیدی از روبرو صدای گراز میاد، نترس. اون شخصیه که داره خودشو آماده میکنه واسه توف انداختن. خیابون جای این کارا نیست آخه، تو توف میندازی. میگه از همه اینا بدتر یه خیابون خلوت پیدا کردی، موقعیت مناسب دیدی، تمام محتویات سینوس ها و قی چشا و حلق و بکشی و آماده بشی واسه شلیک نهایی، ببینی یکی از بزرگ فامیل داره از روبرو میاد. حالا اینو میخوای چیکارش کنی؟